بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، حدیثی از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما است که میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی به سوی زنها گفت: یا معشر النساء تصدقن و اکثرن الاستغفار. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی زنها گفت: ای گروه زنها، صدقه دهید و بسیار استغفار کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زیرا شما را بسیارترین اهل دوزخ دیدم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج سیر دوزخ و سیر جنت کرده بود و میگه دیدم در دوزخ که اکثر اهل دوزخ از طایفه زنها بودند. میگه یک زن عاقل از میان آنها گفت: یا رسول الله، چرا ما بسیارترین اهل دوزخ هستیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. یعنی شما بسیار لعنت میکنید، یعنی سخن لعنت بسیار میگین و از شوهرانتان ناشکری میکنید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و هیچ ناقص العقل و هیچ ناقص الدین نمیتواند مثل شما مردان با عقل را مغلوب نماید. میگه او زن گفت که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، نقص در عقل ما و نقص در دین ما چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نقص در عقل شما این است که شاهدی دو زن با شاهدی یک مرد برابر است. به طور مثال برای شما بیان میکنم برادران و خواهران عزیز که مثلا در نکاح اگر دو مرد وجود نداشته باشد، میتواند که یک مرد و دو زن شاهدی بدهند در نکاح. همین طور در دیگر جاهایی که شاهد لازم است، یعنی یک مرد و دو زن، یعنی دو زن در مقابل یک مرد میتواند که شاهدی بدهد. خب فکر میکنم که متوجه شدید. و در دوام گفتند که و اینکه شبهای را در حالت حیض و نفاس میگذراند و در حالی که نماز نمیخواند و بخش از روزهای ماه رمضان روزه نمیگیرد، این عملش نقصان دین او به حساب می رود. یعنی چگونه ای که همه ما و شما میدونیم زنها یعنی کسلی ماهانه می شوند و هنگامی که همون کسلی به آنها رسید، آنها چی؟ از خواندن قرآن و نماز، روزه، یعنی برای آنها دیگر اجازه نیست. و همین طور در ماهایی که اگر رمضان باشد، در ماهی که رمضان باشد همین کسل به آنها برسد، رمضان هم همون مقداری که کسل هست تا همون مقدار روزه گرفته نمیتواند. باز همین طور به طور مثال در حالت نفاس، یعنی بعد زایمان هم تا حدی اقل 5 یا اکثر تا 40 روز نمیتواند که چیکار کند، یعنی تا همون حالتی که نفاس تمام نشود زن نمیتواند که نماز، روزه و دیگر چیزها را بکند. خب در آخر دعا میکنیم که الله مهربان همه ما را توفیق بدهد و ما را از این راهی که انتخاب کردیم، راه دین اسلام، ما را هیچگاه از این راه ناامید و ما را منحرف نسازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.